فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. آقا سید مهدی پرسیدن که اول بگین قرآن رو چه کسی جمع‌آوری کرده و زمانش کی بوده؟ قرآن کریم در اصل در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم مجموعاً جمع بود، نوشته بود و در شماره از صحابه کرام که 4 تن از انصار بود، عبدالله بن مسعود و دیگران بود، مجموعه قرآن کریم را افراد حفظ مشخص داشتند. بودند در زمان رسول الله. مجموعه قرآن کریم را حفظ داشتند و مجموعه آیات قرآن کریم از وقتی که نازل میشد از جانب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم توسط کاتبان وحی که معاویه رضی الله تعالی عنه یکی از آنها بود، زید بن ثابت رضی الله عنه یکی از آنها بود، علی رضی الله تعالی عنه یکی از آنها بود، ابوبکر صدیق هم یکی از آنها، عثمان و اینها هم یکی از آنها بود و عثمان رضی الله عنه هم یکی از حافظین کل قرآن کریم بود در او زمان. یعنی تمامی از توسط اینها با املای پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نوشته شده بود. حتی در موارد مثلا آیت نازل میشد و بخشی از او نزول او به تأخیر می افتاد. بعد از اینکه او قسمت او نازل میشد با پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم همون کاتب وحی را طلب میکرد تا اینکه این جزئی آیت را اضافه کرد. قسمی که در آیت لیس علی الاعمى حرج ولا علی اعرج در برای جهاد آمده، یعنی در اول جزئی آیت نازل نشد بود. وقتی که عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه آمده مستعرض شد که وقتی که جریمه حق در مورد کسانی که از جهاد عقب می نشینن باز نشستگی دارن در برای جرمی از اونها آمده لا يستوي القاعدون من المؤمنین. این آیت بوده بلکه آیت قبل ما اشتباه گرفتم. لا يستوي القاعدون من المؤمنین والمجاهدون في سبيل الله. اینجا آمد گفت که ما حضور یافته نمیتوانیم چون نابینا هستیم، نمیتونم که حاضر شم. وقتی الله تبارک و تعالی برای تکریم این جزئی آیت به تأخیر گذاشته بود، نازل کردی جزئی رو که لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر. این کلمه در بعد نازل شد و از جانب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم کاتب وحی طلب شد و اضافه گردید در جایش جای مشخص. بله. و هرگاه آیتی از قرآن، یک آیتی از سوره نازل میشد، کاتب وحی که نوشته بود او را طلب میکرد و میگفت در فلان آیت بعد در فلان سوره بعد از فلان آیت و قبل از فلان آیت قرار بنویس. پس این همه چیز در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نوشته شده بود، اما تمام این یک جا تا یک دفتر منظم به صورت یک مصحف کامل یعنی گذاشته نشده بود. که در زمان، یعنی چیزی که این کاتب وحی نوشته بود پیش او بود، چیزی که کاتب وحی دیگر نوشته بود پیش او بود، چیزی که کسی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم املا گرفته نوشته بود نزد او بود. و بالاخره در زمان ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه در جریان جنگ‌های ردت شمار زیادی از صحابه کرام که بیشتر از 70 تن از حافظان قرآن کریم بودند که حافظ کل قرآن کریم در جنگ‌های یمامه در برابر مسیلمه الکذاب به شهادت رسیدند. اینجا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه پیشنهاد جمع آوری مجموعه نسخه های نوشته شده قرآن کریم را به ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه کرد و ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه در نتیجه اصرار عمر فاروق رضی الله عنه زید بن ثابت به این قضیه مقتنع شد در سال اول هجری. و در سال اول خلافت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه، اولین سال هجری بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم، اونجا زید بن ثابت رضی الله عنه که یکی از جوان 20 چند ساله بود، یکی از کاتبان وحی رسول الله صلی الله علیه و سلم،
و از استعداد بسیار عالی برخوردار بود که در زمانی که رسول الله صلی الله علیه و هجرت کردن به مدینه منوره و اونها را هدایت دادن که باید زبان بنی اسرائیل، زبان عبرانی را یاد بگیرد تا اینکه نامه‌هایی که میآید، چیزهایی که ضرورت می شود در تعامل با اونها شخصی مأمونی از خود داشته باشد. در مدت 10 روز این زبانه آموخت و یاد گرفت. یعنی اینقدر استعدادی عادی داشت که کمتر از 1 ماه، یعنی در مدت کوتاه آموخت. بعد از او این مسئولیت به دوش گرفت و از تمام جاهایی که نوشته شده بود نزد هر آن کسی که بود با ایراد 2 شاهی که در حضور رسول الله صلی الله علیه و سلم و با امضای رسول الله صلی الله علیه و سلم نوشته شده قرآن کریم را جمع آوری کرد تا به اینکه 2 آیت از اواخر سوره توبه و 1 آیت هم از 1 آیت 2 آیت از سوره احزاب یعنی با چنین شکل یافت نشد. تنها یکی از صحابه کرام خزیمه ابن ثابت رضی الله تعالی عنه که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم او را ذو الشهادتین یعنی گواهی او را برابر گواهی 2 نفر قرار داده بود، نوشته اینها را گرفته حاضر ساخت. اینجا بنابراین پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم او را ذو الشهادتین گواهی اون را برابر گواهی 2 شخص قرار داده بود، بنابر قوت ایمان و صلابت یعنی ایمانی که از او در حادثه لمس کرده بود، حس کرده بود پیامبر اکرم صلی الله. پس از این پذیرفته شد. یعنی موضوعی بود که باید هر آنچه نوشته می بود با آنکه این 2 آیت زید بن ثابت رضی الله تعالی عنه این 2 آیت را حفظ داشت، دیگران هم حفظ داشتن ولی نوشته از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هم برایش می‌خواستند و این نوشته تنها نزد خزیمه بن ثابت رضی الله تعالی عنه یافت شد. این جمع آوری اول قرآن کریم بود در زمان ابوبکر صدیق. هر سوره علاهده جدا گذاشته شد. بعد از او در زمان عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه بعد از گذشت 6 سال از خلافت عثمان ابن عفان رضی الله عنه و فتوحات اسلامی هم زیاد شد، خیلی از کشورها مناطق زیاد شد با یعنی اشکالات میانی گروه های و دسته های مجاهدین که از شهرهای مختلف و از کشورهای فعلا بگیریم کشورهای مختلف اون زمان مناطق مختلف سرازیر میشدن در سرزمین آذربایجان و اون منطقه. حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنه احساس کرد که با هم در نحوه تلاوت اشکال دارن و اختلاف دارن. آمده پیشنهاد کرد حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنه صاحب سیر رسول الله صلی الله علیه و آله که باید مجموع اینها با یک قرائت جمع آوری شوند و این مصحف در نسخه برداری شده در اختیار همگان قرار داده شود. که در زمان عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه باز هم بار دیگر این مسئولیت به زید بن ثابت رضی الله عنه سپرده شد و سوره های قرآن کریم ترتیبی که فعلا وجود داره این ترتیب با اونها در این زمان داده شد، یعنی مرتب در این زمان مرتب گذاشته شد و در یک مصحف یک مصحف صرف مصحف در آمد فرمه در زمان جمع زمان ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هر سوره جداگانه در جدا بود. یعنی تقریبا میشه گفت که خود عثمان رضی الله عنه کاری که ابوبکر شروع کرده بود رو کامل کرد و مثلا یک مصحف کامل در آورد. بله اینها و ترتیب فعلی آیات قرآن کریم هم مصحف شد. به همون اساس گذاشته شد و در اینجا در سوره توبه که بسم الله الرحمن الرحیم در اولش در اول اون وجود نداره، عثمان ابن عفان رضی الله عنه پرسیدش درباره ازی یعنی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نقل در بسم الله راجع به این ما نیافتیم. لذا در این اختلاف جزئی سوره انفال است یک سوره جدا هست و بدون بسم الله الرحمن الرحیم آمده، لذا در اول بسم الله الرحمن الرحیم گذاشته نشد چون از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نقل راجع به او نیافتن. بناهن این جمع دومی جمع مرتب قرآن کریم در زمان عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه
بود و تا به حال محفوظ است.